اسرارالدین 19 سال باز در میدان مرکزی شهر باختر صورتگیر است. زمان این شغل را انتخاب کرد که درآمد خوب داشت. اکنون ساعتها بعضا روزها منتظر مشتری است. بعضا وقت میشه که 100 صورت میشه در 2 هفته یک برده. خیلی همین 50 60 صورت. از سالهای پیش ما روزی که ما از 200 250 صورت یک روز میگرفتیم وقتای پیش. اسرارالدین میگوید هر کی حالا به خاطر گرفتن عکس به پایه پیکره اسماعیل سامانی میآید تلفنی همراه دارد. گاهی تلفنش را به او میدهند تا به پول عکاسی نماید. قریب 10 15 سوراگی میشه همش کارا بس کردن دیگه سوراگی نمیکنن اصلا دیگه باید نتونستن توقف نکردن بس کردن. اسرارالدین 4 فرزند دارد. هر تصویری برداشته‌اش را 1 سامان و 50 درم میفروشد که بیشتری آن برای نشر صورت صرف می شود. اكو حولی همین 700 و 800 میشیده ساده. او را پیدا شدن تلفن هایی که عکس میبردارند به فکر انداخته است. روزی میرسد که او نیز مثل دیگر همکارانش مجبور می شود خیابان و شغل دوست داشته‌اش را ترک کند. فرزانه آخرین تصویر کاغذی خود را 8 سال پیش برداشته است. از آن روز به بعد هر لحظه زندگیش را در تلفن همراهش حفظ می کند. بعضیش که معقول نیست برای ما پاک میکنم و اون دیگرش که برای خودم پسند است میتونم که به دوستا فرستم و در سامانه های شخصی خودم گذارم در اونجا در ادناکلاسنیک یا فیسبوک اینستاگرام در همونجا مونم. فرزانه در شبکه‌های اجتماعی فعال است و از نظر او امکانات تلفن هوشمند برای انعکاس زندگی هر روزش کمک میکند. میتوانم با نمون برنامه ها عکس گیرم و هر نمود کرده در عکس خود گذارم برای هم جالب شدنش هم خنده‌آور شدنش. اختیار استودیوی عکس برداری دارد. او بر این باور است عکس‌های کاغذی به هیچ وجه جایگاه خود را گم نمی‌کنند. عصر ما همین عصر 21 عصر تکنولوژی اینفورماسیونی هست است. بسیار بیشتر خیلی چیزها ترقی کرده ایستاده هست و مردم هم از این چیزها مونده میشوند و میخواهند که باز همین عکس هایی که میگیرن یعنی که صفتش هم بلند باشد یعنی که نوگونی باشد. او میگوید تمایل های روز صورتگیرهای حرفه‌ای را وامی دارد به صیقل دادن هنر خود بیاندیشند. آدمای میفهمیدگی گفتنی هم که آدمای میفهمیدگی میبینن با ما صورت میگیرن یعنی که من مثال گپ اکتورها هستن، آرتیست ها هستن، استوره ها، ژورنالیست ها هستن که ما همکاری میکنیم بسیار. اختیار میگوید عکس بردارها باید امکانات تکنیکی و اطلاعات روز را به نفع خود استفاده کنند. رقم های تلفنی مرا، آدرس مرا با طریق اینترنت باز کارهای مرا هم میبینن. با ویا که پسند میآید مینویسند در اینستاگرام، در ادناکلاسنیک. 5 سال پیش اختیار چون استودیوی خود را باز کرد به قولش توکل کرد. او را هم کساد شدن بازار عکس بردارها نگران می ساخت، اما حالا فهمیده است به هر کاری که همت بسته گردد اگر خاره بود گل دسته گردد.